سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این قسمت از آموزش های آکادمی حسابداری نارنجی. صبحانه بهرامی هستم. امروز در خدمتتون هستیم با آموزش سامانه دفاتر الکترونیک که قراره توی این قسمت بهتون آموزش بدیم که شما چجوری دفاترتون رو بارگذاری کنید، قوانین مربوط به این دفاتر چیه، مهلت بارگذاری اطلاعاتتون چجوریه و چنین مواردی قراره توی این قسمت بهتون آموزش بدیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین، کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از آموزش های بعدی ما مطلع بشید. بریم سراغ آموزش. طبق ماده 6 قانون تجارت اومده موظف کرده یک سری از افراد یا حالا صاحبین کسب و کار و صاحبین بنگاه‌های اقتصادی باید از اطلاعات خودشون بر اساس رویدادهای مالیشون توی یک سری دفاتر بنویسن و اون دفاتر را به اداره سازمان امور مالیاتی بدن. این دفاتر چجوری بوده؟ حالا گذشته‌شو براتون میگم تا برسیم به اینکه حالا چجوری الکترونیکی شده. گذشته باید شما توی سامانه ثبت شرکت ها میرفتین اطلاعاتتون رو بارگذاری میکردین، میگفتین که این دفاتر برای چه سالی هستش که میخواین حالا بگیرید. حالا خود دفاتر به 2 قسمت یا 3 قسمت تقسیم میشد. دفتر روزنامه رو داشتیم، دفتر کل رو داشتیم و سایر دفاتر. خب اکثر شرکت ها فقط دفتر روزنامه و دفتر کل داشتن و سایر دفاتر مربوط به شهرداری ها و یک سری ارگان های دولتی بود. خود دفتر روزنامه تعریفش چی میشه؟ باید ما بر اساس اون اسناد حسابداری که حالا توی نرم افزارمون ثبت می‌کردیم، اون تمام اون اسنادا توی دفاتر روزنامه‌مون هم می‌نوشتیم و ثبتش می‌کردیم. دفتر کل میومدیم بخشش می‌کردیم، مثل همون تی حسابداری خودمون میومدیم بخشش می‌کردیم و بر اساس سرفصل یا عنوان حساب اون حالا اطلاعات داخلش می نوشتیم و یک سری اطلاعات یا یک سری گزارشات از اون دفاتر کل می گرفتیم. چه جوری بود؟ دفتر روزنامه مانند این بود که باید پلم می شد و اول و انتهاش بر اساس یک حالا پلمی که خود سازمان ثبت شرکت ها انجام می داد، اینا رو پلمش می کرد و اطلاعات ها توی این قسمت برای ما لیبل می زد و مشخص می کرد. این دفاتر نباید هیچ برگیش کم و زیاد میشد، نباید خط خوردگی داشته باشه. حالا این خط خوردگی تا 3 بار میتونست تکرار بشه، ولی اگه بیشتر بود شما رد دفاتر میشدید. اگر دفاترمون رو ما پلم نمی کردیم شامل 20% جریمه مالیاتمون میشدیم. حالا اون مالیاتی که برآورد میشد 20% رو باید به عنوان جریمه پرداخت میکردیم و چنین مواردی بود که خب گذشته انجام میشد. از تاریخ 2/2/1404 اومدن یک بخشنامه ای دادن و یک سامانه ای راه اندازی کردن که سامانه دفاتر الکترونیکی قانونی بود و 15 روز مهلت دادن که دوستان و حسابدارا بتونن به صورت آزمایشی از این سامانه استفاده بکنن. چجوری بود این سامانه؟ توی مای تکسمون یه قسمت قرار گرفت، اگر شما مشاهده بکنید یه قسمتی قرار گرفت تحت عنوان سامانه دفاتر تجاری، یا توی قسمت اظهارنامه ها و منابع مالیاتی توی این قسمت هم برای ما این سامانه را قرار دادن. وقتی که ما این سامانه را بازش میکنیم و یک سری اطلاعات هستش و ما کلا این 2 تا قسمت بالاش کار داریم. یه دانلود قالب اکسل بود و یک بارگذاری فایل ها. از تاریخ 2/2 و حالا اون 15 روزی که مهلت دادن، نرم افزارهای حسابداری اومدن خودشون رو آپدیت کردن و این قسمت رو توی نرم افزارشون قرار دادن. بعضی نرم افزارها این امکانه برای شما قرار دادن که یک خروجی به شما بدن و شما بتونید اون خروجی توی این سامانه بارگذاری بکنید. ولی خب بعضی نرم افزارها این چنین آپدیتی قرار ندادن و حالا بعضی از نرم افزارها هم خروجی که به شما میدن وقتی که بارگذاری میکنیم دوچار مشکل میشه. ما فرض میکنیم که خروجی نداریم و وقتی که من دانلود قالب اکسل بزنم اکسلش دانلود میشه و چنین آیتم هایی توی اکسل وجود داره که ما باید اطلاعاتمون رو بر اساس اینا قرار بدیم توی این اکسل و این اکسل رو کاملش بکنیم و توی این سامانه بارگذاریش بکنیم.
قسمت اولی که ردیف نوشته، این ردیف نیست، این شماره سند حسابداریتون هست. شما نرم افزارتون خروجی سندهای حسابداریتون اگه به ریز بگیرید، خب میتونین اینجا بارگذاریش بکنید. قسمت اول پس چی شد؟ به جای ردیف ما سندهای حسابداریمون رو قرار بدیم. خب تاریخ که مشخصه، تاریخ سندمون هستش، حساب کلمون و در نهایت عنوانش و کد حساب معین و عنوان حساب معین رو میخواد. یعنی تا 2 مرحله بیشتر پیش نرفته، حساب معین و حساب کل. حسابهای تفصیلی از ما نخواسته تا اینجا. شرح سندمون رو می نویسیم و در نهایت مبلغ بدهکاری و بستانکاری رو می نویسیم. این مبالغی که ما بارگذاری میکنیم بدون منفی باید باشه، بدون هیچ حالا اعشاری باید باشه و چنین مواردی ما باید داخلش رعایت بکنیم. حالا کیا موظفن از این سامان پیروی بکنن و اطلاعات خودشون رو توی این سامان بارگذاری بکنن؟ اشخاص حقیقی گروه اول که بر اساس ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده و تمامی اشخاص حقوقی. یک سری نکات داره و حالا اون نکاتش رو بهتون میگم، حتما بهش توجه بکنید. اولین نکته‌ای که وجود داره، اکسل شما فقط باید یک شیت داشته باشه، شماره ها و شرح یکسانتون یعنی اون حالا رکورد های یک سندتون باید مشابه هم دیگه باشه. شرح سندتون هم حالا به صورت کامل بنویسین خیلی بهتره. شما 2 تا ردیف دارین، 2 تا ستون دارین، ستون بدهکار و بستانکار. توی هر ردیف فقط یکیشو میتونید عدد بذارین. فرمت های تاریختون باید بر اساس خود تاریخ باشه، نمیتونین به صورت متنی بنویسید. و در نهایت جمع 2 طرفه بدهکار و بستانکارتون باید با هم دیگه تراز باشه. تاریخ های بازه یا اون بازه زمانی که قراره اون فایلتون یا اون اسناد دفاتر الکترونیکتون رو بارگذاری بکنید باید مربوط به همون سال مالیتون باشه و نمیتونید بیشتر از اون بازه زمانی بارگذاری بکنید. و اگر شما رکورد های اکسلتون بیشتر از 1000 ردیف شد باید به صورت CSV ذخیره سازی بکنید و توی سامان بارگذاری کنید. و در نهایت به این نکته توجه بکنید که کد رهگیری دفتر پلومتون رو داشته باشین و مشخص کنید که کدوم هستش. و وقتی که بارگذاری کردین یه کد رهگیری به شما میده. چه اتفاقی میفته؟ در گذشته دفاتر به صورت دستی نوشته میشد، حسابدارا مهلت داشتن که سال مالیشون رو به اتمام برسونن و بعد دفاتر رو بنویسن. الان چه جوری شده؟ الان ما یک مهلتی سازمان برای ما قرار داده تا دفاترمون رو بارگذاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما 6 ماه سالمون که میگذره 2 ماه فرصت داریم که دفاترمون رو به صورت الکترونیکی توی این سامانه قرار بدیم. پس یک سری اتفاقات اینجا میفته، این که شما دیگه نمیتونید حساب سازی کنید، سند سازی کنید یا حتی نمیتونید برید اسناد گذشته‌تون رو اصلاحش بکنید و باید سیستمتون همیشه به روز آپدیت باشه و هیچ مشکلی داخل سیستمتون وجود نداشته باشه. سازمان امور مالیاتی میاد بر اساس این دفاتر الکترونیکی که شما بارگذاری میکنید اظهارنامه شما رو به صورت پیش‌فرض بهتون میده و یک سری آیتم هایی که خودش میتونه حالا بحث موارد پولشویی و چنین آیتم هایی رو شناسایی بکنه انجام میده. پس خیلی توجه داشته باشیم به این سامانه دفاتر الکترونیکی و نادیدش نگیرید. حتما باید بارگذاری بشه. اگر بارگذاری نشه شما مشمول 20% جریمه عدم ارسال دفاتر بهتون یعنی مشمولش میشین و این جریمه غیر قابل بخشودگیه. وقتی که دفاتر رو بارگذاری کردین اگر به شما خطا داد، حالا این خطا شامل چیه؟ اینکه جمع بدهکار و بستانکارتون با هم مطابقت نداشته باشه و اون جمع با هم یکی نشه، فرمت تاریختون شاید اشتباه باشه، تاریخ یا همون خارج از بازه زمانی باشه، تغییر ساختار ستون ها باشه. شما باید در همون قالب فایلتون رو آماده بکنید و بارگذاری کنید. نمیتونید که ستون ها رو جابجاش بکنید. استفاده از چند شیت هستش که گفتم حتما باید یک شیت داشته باشه. کاراکترهای غیر مجاز در مبالغ که بازم گفتم نمیتونید از اعشار استفاده کنید. توجه به واحد پولیتون داشته باشین که در حال حاضر توی فایلش به صورت میلیون ریال داره ثبت میشه
و خطای آخرم شرح سند ناقص هستش که اگه شرح سندتون کامل و معنادار نباشه بازم بهتون خطا میده. دوستان قبل از اینکه ثبت نهاییش بکنید یک سری آیتم ها را حتما بررسی بکنید، اینکه مغایرتی بین دفاتر و سیستم حسابداریتون وجود نداشته باشه. تعداد اسنادی که دارین بارگذاری میکنید با تعداد اسناد سیستم مالیتون یکی باشه و چنین مواردی حتما بررسی بکنید و در نهایت بعد از اینکه ثبت نهاییش کردین کد رهگیری رو دریافت بکنید. دوستان طبق آخرین بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی اعلامش کرد، شما تا تاریخ 30/10/1404 مهلت دارین که دفاتر قانونی 6 ماهه‌ای اول سال 1404 را توی سامانه بارگذاری بکنید. نذارین برای لحظات آخر که اگر مشکل خطا و حالا اخطار شدین نتونین اصلاحش بکنید و این تایما از دست بدین. گفتم بهتون عدم ارسال دفاتر الکترونیکی شامل 20% جریمه که غیر قابل بخشودگی هستش. خب دوستان اینم از آموزش امروزمون، امیدوارم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از آموزش‌های بعدی ما مطلع بشید. به امید دیدار.